برای نخستین بار تصاویر شهرهای زیرزمینی شناوری نیروی دریایی سپاه از خبرگزاری صدا و سیما منتشر می شود. انبوهی از شناورهای تخصصی هواپیمابر آمریکاست و حالا با ارتقای سنگین روی سیستم سلاح قایق‌های ذوالفقار و موشک‌های کروزش که مسلح شده به سرهای جنگی شدیدالانفجارتر، حالا 3 قایق ذوالفقار فقط به تنهایی می‌توانند یک ناو هواپیمابر دشمن را می‌دهیم که جوانان برومند و رشید این ملت در دریاها قادرند در مقابل دشمنان کوچک و بزرگ با هر استعدادی هماوردی شرافتمندانه و پیروزمندانه ای رو انجام بدن. فرمانده کل سپاه در بازدید از این پایگاه زیرزمینی نیروی دریایی سپاه میگوید حالا این نیرو توانایی مقابله با تهدیدات حتی خارج از خلیج فارس را دارد. به اینجا رسیده. فرمانده نیروی دریایی سپاه میگوید این نیرو اکنون توانایی انجام عملیات‌های طولانی مدت دریایی ضد ناوشکن‌های دشمن در سواحل جنوبی ایران را دارد. یکی از مؤلفه‌های قدرت این نیرو اکنون